سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اولین ویدیو از این کانال. خیلی خوشحالم که در این لول شما رو میبینم. قراره که شروع کنیم سطح مبتدی زبان انگلیسی رو، سطح elementary یا بیگینر با انیمیشن پپا پیگ که ویدیو رو داریم. یک روش مرسومی شده برای یادگیری زبان انگلیسی که خیلی ساده است. در این سطح فکر میکنم A2 باشه، یعنی اجرای elementary یا بیگینر. بریم با هم دیگه شروع کنیم، زیرنویس‌ها رو بررسی کنیم و از ابتدا زبان رو یاد بگیریم. I'm Peppa Pig. I'm Peppa Pig. من هستم پپا پیگ. I'm Peppa Pig. این روش یا این طرز نوشتن با نوشتن I am Peppa Pig هیچ فرقی نداره. I am Peppa Pig. I'm Peppa Pig. بچه پپا به همون اسم خوکه میگن و پیگ هم همون خوک هستش. پپا پیگ. من هستم پپا خوکه. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. 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 این داداش کوچیکه من جورج هستش. This is my little brother George. Little brother یعنی برادر کوچکتر. برادر کوچکتر. Little brother برادر کوچکتر. This is my little brother George. این داداش کوچیکه من جورج. This این is هست. My little brother. My little brother برادر کوچکتر من. My little brother. اسمش چیه بچه؟ جورج. چرا بزرگ نوشته؟ چون اسم هستش. جی رو بزرگ نوشته. جورج. خب بریم سراغ ادامه. This is Mummy Pig. خب نحوه معرفی کردن خودش و خانواده‌اش رو بچه ها با دقت گوش کنید. گفته که اسم من پپا پیگه. اسم خودش چیه بچه ها؟ پپا پیگ یعنی پپا خوکه. به مادرش میگه مامی پیگ. مامان خوکه. اسم پدرش هم احتمالا میشه دادی پیگ. بابا خوکه. این روش غیر مرسومه. همون فادر هستش که پدر میشه و این دادی میشه همون بابا. بابا خوکه، مامان خوکه و خودش هم که اسمش پپا خوکه هستش. And this is Daddy Pig. خب همونطور که گفتم and this is daddy pig. This is daddy pig. اینم بابا خوکه است. بابای مادره و این جورجه و اینم خودش پپا. Peppa Pig. بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت. Daddy loses his glasses. خب Daddy loses his glasses. Daddy چی بود بچه ها؟ پدر یا بابا. Glasses به معنی عینک میشه بچه ها. عینک. Glasses میشه عینک. Daddy loses his glasses. His glasses میشه عینک هایش. Daddy بابا عینکاشو چیکار کرده؟ loses از دست داده، گم کرده. Daddy loses his glasses. Daddy loses his glasses. بنویسیمش اینو یک بار. Daddy چی بود؟ بابا. loses از دست داده، گم کرده.
چی رو؟ his glasses. عینکاشو. his glasses عینکایش. Daddy loses his glasses. بریم سراغ ادامه. Daddy Pig wears glasses. Daddy Pig wears glasses. Daddy Pig wears glasses. خب چیزایی که تا الان بلد بودیم چیا بود؟ Daddy Pig. Daddy Pig رو بلد بودیم. Glasses رو بلد بودیم. این چیه؟ wears. wears. خب wears glasses یعنی عینک زدن. عینک زدن. wears glasses. wears glasses. Daddy Pig بابا خوکه wears glasses عینک میزنه. Daddy Pig wears glasses عینک میزنه. پس wear به معنی wear glasses به معنی عینک زدن هستش. wear glasses به معنی عینک زدن هستش. در زبان انگلیسی انجام کار مربوط به یک فردی باشه به غیر از من و تو، یعنی مربوط به او باشه، اسم میگیره. اسم مربوط به او باشه، یعنی سوم شخص. فعل ما اسم میگیره، به اسش میگن اس سوم شخص که مهم نیست بچه ها، خیلی فوکوس نکنید روی گرامر. فقط بدونید که Daddy Pig wears glasses. wear اینجا به معنی پوشیدن بعضی موقع و اینجا به معنی عینک زدن هستش. wears glasses. Daddy Pig wears glasses. He needs to wear glasses to see clearly. He needs to wear glasses to see clearly. He needs to wear glasses to see clearly. خب چیزایی که بلد نیستیم یکی اینه، تا حالا بلد نبودیم. clearly. glasses که بلدیم. see هم که میدونیم به معنی دیدنه. wear که به معنی زدن، عینک زدن بود. need بچه ها چیه؟ به معنی احتیاج داشتن، نیاز داشتن. He needs to wear glasses to see clearly. بنویسیمش. خب He needs. این چیه بچه ها؟ He needs. او نیاز داره. He needs to wear glasses. به چی نیاز داره بچه ها؟ He needs to wear glasses. به این نیاز داره که عینک بزنه. wear glasses نیاز داره که عینک بزنه. چرا؟ to see clearly. خب بریم ببینیم که چیه معنی این قسمت دوم. بچه clear به معنی واضح و شفاف هستش. clear واضح، شفاف، به جای میشه گفت تمیز. و این وقتی که ly بگیره یعنی اینکه به طور شفاف، به صورت واضح، به این معنی هستش. به طور واضح، به طور واضح. to see clearly نیاز داره که عینک بزنه که ببینه به صورت واضح، به طور واضح ببینه. پس clearly میشه به طور واضح. خب بریم سراغ ادامه. When Daddy Pig wears his glasses, everything looks fine. بریم سراغ لغات جدیدمون. When Daddy Pig wears his glasses, everything looks fine. When Daddy Pig wears his glasses, everything looks
fine. خب لغات جدیدمون when دیگه چی اینجا نیست. everything looks fine هم که میدونی به معنی خوب هستش. when یک WH question هستش به معنی وقتی. when وقتی. when do you eat dinner کی شام میخوری. when do you go to school کی میری مدرسه. خب when به معنی وقتی یا چه وقتی هستش. Daddy Pig wear his glasses وقتی که بابا خوکه عینک میزنه، عینکاشو میزنه. everything همه چیز looks fine. بریم یه بار بنویسیمش. when Daddy Pig wears his glasses. تا اینجا معنی کنیم وقتی که Daddy Pig بابا خوکه wears his glasses عینکاشو میزنه نقطه. everything همه چیز looks fine همه چیز خوب به نظر میرسه. وقتی که بابا خوکه عینک میزنه everything همه چیز خوب به نظر میرسه. این میشه به نظر رسیدن. خب بریم سراغ ادامه. But when Daddy Pig takes his glasses off, he can't see things clearly. خب گفته که but when Daddy Pig takes his glasses off, he can't see things clearly. But when Daddy Pig takes his glasses off, he can't see things clearly. But جدیده Daddy Pig takes his glasses off. این take یک فعل دو بخشیه. take off He can't see things clearly. take off بچه ها متضاد put on take off متضاد با اون wear که ما داشتیم به معنی پوشیدن. take off میشه takes his glasses off میشه این عینکاشو نمیزنه، عینکاشو در میاره. معنی کنیم با هم دیگه. but به معنی اما وقتی Daddy Pig takes his glasses off بابا خوکه عینکاشو نمیزنه he can't see things clearly نمیتونه چیزها رو به طور شفاف ببینه. But when Daddy Pig takes his glasses off اینا رو با یک رنگ دیگه بنویسم که شفاف تر یا موضوع جا افتاده تر بشه. takes his glasses off he can't see
things clearly. اما وقتی که بابا خوکه takes his glasses off عینکاشو در میاره he can't نمیتونه he can't see نمیتونه ببینه things clearly نمیتونه چیزها رو به طور شفاف ببینه. تکرار کنید. But when Daddy Pig takes his glasses off he can't see things clearly. خب پاک میکنیم میریم سراغ ادامه. Everything looks a bit soft and fuzzy. Everything looks a bit soft and fuzzy. Fuzzy در جواب how's the weather یعنی آب و هوا چطوره میشه بگیم it's fuzzy. It's fuzzy یعنی هوا مه آلوده و اینجا میگه که وقتی بابا خوک عینکاشو نمیزنه همه چیز یه خورده‌ای تار و مه آلود دیده میشه. خب everything یعنی همه چیز looks به نظر میرسه a bit soft and fuzzy. بریم با هم دیگه بنویسیم. Everything همه چیز looks به نظر میرسه a bit این چی میشه بچه ها معنیش؟ a bit soft and fuzzy. خب همه چیز looks به نظر میرسه یه خورده‌ای soft and fuzzy یه خورده‌ای تار و مه آلود دیده میشه. یه جوری میشه گفت دیگه واضح دیده نمیشه. Everything looks a bit soft and fuzzy. بریم سراغ ادامه. So it is very important that Daddy Pig knows where his glasses are. خب So it is very important that Daddy Pig knows where his glasses are. یه بار دیگه. So it is very important that Daddy Pig knows where his glasses are. So اینجا جدیده برای ما. It is very important جدیده برامون. دیگه چیز جدید دیگه این نداریم. No این بچه ها اینجوری نوشته شده K-N-O-W No به معنی دانستن. I know that من میدونم. No اینجوری خونده میشه. K تلفظ نمیشه. Important میشه مهم قضیه مهم. Important میشه مهم. So بنابراین it is very important خیلی این قضیه مهمه. چه قضیه‌ای؟ Daddy Pig knows where his glasses are. این خیلی مهمه که بابا خوکه بدونه که عینکاش کجان. عینک‌هایش کجان. این where یک WH هستش. WH question به معنی کجا. So it is very important that Daddy Pig knows where his glasses are. بریم بنویسیمش. So بعدش it is این هست very
important. خیلی مهمه این قضیه. چه قضیه ای؟ that daddy pig این که بابا خوکه knows بدونه where his glasses are. این قضیه خیلی مهمه. So it is very important that daddy pig knows که بابا خوکه بداند where his glasses are عینک هایش کجا هستند، عینکاش کجان. چون که این بابا خوکه عینکاش مهمه و همه چیزو فازی و مهالود میبینه، صافتن فازی میبینه، به خاطر همون خیلی مهمه که بدون عینکاش کجان، چون بدون اونا نمیتونه ببینه. خب تا اینجا بریم یک بار مسائلی که با هم یاد گرفتیم رو مرور کنیم. Daddy loses his glasses. Daddy Pig wears glasses. Daddy Pig wears glasses. He needs to wear glasses to see clearly. He needs to wear glasses to see clearly. When Daddy Pig wears his glasses, everything looks fine. When Daddy Pig wears his glasses, everything looks fine. When Daddy Pig wears his glasses, everything looks fine. But when Daddy Pig takes his glasses off, he can't see things clearly. Can't see things clearly. Everything looks a bit soft and fuzzy. Everything looks a bit soft and fuzzy. So it is very important that Daddy Pig knows where his glasses are. So it is very important that Daddy Pig knows where his glasses are. خب تا اینجای ویدیو بچه میخوام یک نسخه بتا برای خودم منتشر کنم ببینم بازخورد شما چطوریه. اگر واقعا از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید که متوجه بشم دقیقاً سلیقه شما چطوریه، این نحوه آموزش رو ادامه بدم یا نه. تا ویدیوی بعدی آموزش دیگه، خدا نگهدار.